این دو نفر برادران عزیز خیلی آدمان رذیلن، بسیار دو نفری که در بین همین قدر مردم زیاد بقدرترین نفرن. دو نفری هستند که از رحمت الله دورن. دو نفری هستند که قهر جباری الله بر بالای اونها هم در دنیاست هم در آخرت. چی گفتن شما؟ برای چیکار گفتم؟ برادر رو بره بیاین همه ساز اینا ماشین هم ساز و دیتیل دگل نیسته. کدمش طرفی اتوبوس یکون چی مترو داره یکون پرشیوا نکنه. اشتراکی چی 4 سپیسок همون بگو. کی بود 4 سپیسок؟ خدید بوده هم فکر بچه بود. خیلی 100% گذشت اومدید فهم؟ سلام علیکم برات عزیز از آذربایجان برات. کاکتی برات کاکتی به نسترنا. Как был там, брат, границу? Как есть, так скажи. Все отлично было. Водитель хороший вообще. Дай Бог здоровья. Машины тоже. Граница паспорт, все нормально. Спасибо, брат. Спасибо. Мы все братья. Азербайджаны, таджики, киргизы, узбеки. Ина машина ка. Ина машина 7 нафара. Акаҷон рута пане накам 100% туғрия. Ягон гуфтани дори ака? همش توریه 100%. چی گفتن دارم با آدمایی که خود ما را دیده است میبینن؟ چی گفتن اکا؟ همش راست است. یگان کم نیست. خیلی یار دو روز میکشه سوز میری. اینا دوست کشید ان شاء الله مسکو اومدیم پراملا. همه 100% خواهم. او سیگارت تا بگه که سیگارت نگالتا. گام نیست اکا جون. кӯдакҳое ки аз пешоб танқисӣ мекашанд ва тез пешоб мекунанд, пас ин мушкилӣ ҳаст. ба шумо шифофармо Сисит Нурезо тавсия медиҳад ки шумо метавонед ин мушкилиро ҳал кунед. моро биҳишт суҳбати ёрони ҳамдам аст. дидори ёри номутаносиб ҷаҳаннам аст. ҳар дам ки дар ҳузури азизе ба сар барӣ, دریاب که از حیات جهان حاصل آن دم است. الحمدلله و صلات و سلام علی رسول الله. از الله بسیار توانا، از اللهی که مانند ندارد، در برابر مکان هم ندارد و نیازی به مکان هم ندارد. با علم و با قدرت و با صنعش همه جا را فرا گرفته است. با این قدر توانایی اللهی هست که رحمتش از غضبش دیده پیشتر است و بیشتر است. اللهی که بسیار به بندگانش مهربان است. دعاگو هستم که خداوند خاتمه ما و شما را به خیر گرداند، محبتمان به سوی ذات خودش زیاد گرداند. دعاگو هستم که دائم در قلب ما و شما ترس او و هیبت او الله را دعاگو هستیم که باشد و الله را دعاگو هستیم گذشتگان ما و شما همیشه نیازی به یک کف دعای ما و شما دارند. خداوند رحمت و مغفرتشون کند. الله را دعاگو هستیم که تمامی مسافرهای ما و شما که بیرون از خاندان هستند و برای بهبود زندگیشان در کار و بار مشغولند، خداوند کاراشان در برار و برکت و کشایش و
سفرهاشون خوب خیر بگردانیم. الله را دعا میکنیم که در این ملک ما و شما فیض و برکات نازل کنند. الله مهربان دعاگو هستیم که جمیع آن کسانی که امروز برای امن و آرامی این ملک زحمت میکشند، دعا میکنند، خدا همگیشان در پناه رحمت و نگهبان باشی و از جمیع آفت ها و از جمیع بدبین ها و بدگوی ها خداوند این ملک ما را، این وطن ما را نگهبان باشی. برادران عزیز و گرامی، میخواستم در اطراف یا دو گروه گوم یا دو کسم گوم، انشاءالله در دوام صحبت شما آگاهی پیدا میکنین. این دو نفر برادران عزیز خیلی آدمان رذیلند، بسیار دو نفری که در بین همین قدر مردم زیاد بی‌قدرترین نفرند. دو نفری هستند که از رحمت الله دورند. دو نفری هستند که قهر جباری الله بر بالای اونها هم در دنیاست هم در آخرت. دو نفری بسیار بسیار گویم کثیفی، دو نفری که در جامعه بسیار بسیار اینها خطرناکند. وقتی اینقدر من تاکید کردم، اینجا در ایستاده و از الله دعا میکنم که خداوند هیچ کدام ما و شما را پیرو این دو گروه نگرداند، از زمره این دو گروه ما نباشیم. الله را باید دعاگو باشیم. برادران عزیز و گرامی، این دو نفر کیا هستند؟ من از حدیث پیامبر نازنین میخوانم و معنا میکنم و در داخل این حدیث پیامبرمان این دو نفر بر ما معرفی میکند. راوی حدیث انس ابن مالک رضی الله عنه هست. جناب ابو داود در کتاب گویم معتبر خودش، یعنی در سنن ابو داود در زیر رقم 4878 حدیث، یعنی 4878 این حدیث را آورده است. حضرت انس ابن مالک میگوید پیامبرمان از سفر معراج خود حکایه میکند. برادر عزیز، درباره معراجم که آیت قرآن است که پیامبرمان با دعوت مخصوص الهی نزد الله ذوالجلال رفت و در اثنای راه با بسیاری از پیغمبرها ملاقات کرد، بسیاری چیزهایی را دید. از این لحاظ این دو نفری پس هم در همون دوام سفرش دید که اینها در عذاب بودن. برادر عزیز، لما عرج بی، من متن حدیث اول خانم، لما عرج بی مررت بقوم لهم اظفار من نحاس یخمشون وجوههم و صدورهم فقلت یا جبرائیل من هؤلاء؟ فقال الذين يأكلون لحوم الناس و یقعون فی اعراضهم. برادر عزیز، این همه حدیثی بود که من برای شما خواندم با متنی آن چیزی را که در کتاب آمده بود. اکنون میگذاریم به معناش. وقتی حضرت میگد من
به این سفر دعوت شدن. گذر رو میگه به پیش یک قوم، مررت بقوم لهم اظفار من نحاس. میگه غضب الهی بر اینها این بود که برادران عزیز، ناخونهای اینها به آهن عوض شدگی بود. ولی اگر در فیلم ها اگر بینیم، در انگشتاشون آهن میکشند تا برای با حریفش وقتی میجنگد مقصد با او آهن زده و او را خونشار کردن. یا بعضی هاش گویم دست پوشک دارن، همون دست پوشک ها مقصد آهن ها ماندگی برای همون جنگ ها کردنشون. اینها هم برادرای عزیز میگه دیدم که سرهای انگشت همه از میس بود، از آهن بود گویم. برای چی اینها را الله مهربان در انگشتاشون آهن ماندگی بود؟ برای چی؟ یخمشون وجوههم و صدورهم. برای اینها فرشته موظف شدگی بود و امرشان میکرد که با این انگشت های آهنین همین چهره هایی که ما و شما داریم، همین ها را مقصد همین پوستی روتونه شما پایان کشین. یعنی با همون طریقی مثال گویم قوهی که در دستاشون هست، با همون چهره ها را همه را خونشار میکنن. یعنی تمام وجود چه میکنن؟ چشم هاش را بیرون میکنن، بینی را بیرون میکنن، لب ها را همه را بیرون میکنن. بعدیانی که این کارشان تمام شد، برادران عزیز، امر دویمی که به اینها میکند و صدورهم، سینه هاشون هم برادران عزیز بر بالای شکماشون میکنن، گوشتای را بیرون میکنن. پیامبرمون میگه این حالت دهشت من دیدم. هرگاهی که اینها خداشون هم میکنن و خونشار میکنن، برادرای عزیز، شما همین یک پوستکی که در همین بیخ انگشتت باشه، همون را وقتی میکنی چند قدر در میابی. گفتی حضرت مولوی جنونی نداری طاقت یک زخم سوزن، نمیترسی چرا از سوز گلخن. ما طاقت یک زخم سوزن نداریم. من برادرای عزیز این حدیث برای آن معنا میکنم که پیامبر با چشم سر دیدن تا ما از این کردارهای بد برادرای عزیز خودداری کنیم، از زمره این آدمای رذیل پس نباشیم. شما تصور کنید که وقتی او با او آهنها میکند چقدر در میابد، چقدر داد میگد. ولی در عوض این بدبختی که در دنیا داشتن باید که عذابش چشن. میگد وقتی میکرد همه را تمام میکردن، با قدرت الهی همش با جمع میشید، همش با در جای خودش میامد میایستاد، با امر میشید که با بکن. خلاص عذاب اینها برادرای عزیز تصور کنید که از زمانی که پیامبر ما رفت اگر 1400 سال گذشته باشد، اینها تا حالا هم در همین عذاب مبتلا هستند. میگد وقتی یه حالت دیدم، این دهشت دیدم، این عذاب دیدم، جبرائیل که همراه هم بود، این ملائکه مقرب، گفتم یا جبرائیل من هؤلائی، که اینها را برای من معرفی کن. مقصد اینها چی ها کردن؟ این چه عمل داشتن که اینقدر دهشت و سختی در بالای سر اینها هست؟ جناب جبرائیل چی گفتن؟ گفتن اینها
در دنیا دو عمل زیش داشتن برادر عزیز، دو کردار بدی بود در اینها. یعنی اینها از دو گروه عبارتند. یک گروهش یأکلون لحوم الناس، دویم گروهش یقعون فی اعراضهم. یک تاش فقط کارش غیبت بود. برادر عزیز، در تاجیک ما غیبت گویم کلمه هست که همه میدونه، غیبت کردن. اصلا معنای کلمه غیبت یک آدم در غایبیش، در نبودنش ما و شما در راستش چنان حرفای را میزنیم که وقتی پیامبر را پرسیدن که غیبت چی است، حضرت چی معنا کرد؟ گو هرگاهی که حرفایی که در حقش زدید و این حرفا به گوشش رسد و ناراحت شود، این را میگن غیبت. یعنی اگر ما یک کس در غایبیش برادر عزیز وصفش کنیم، تعریفش کنیم، در حقش دعای خیر کنیم، این را غیبت نمیگن. لیکن وقتی که ما او را گویم تنقید میکنیم، او را کردارهایی که مثال دارد وقتی که بین مردم فاش میکنیم، این را میگن غیبت. حالا که برادر عزیز هر کدام ما میدانیم که پیامبر گرامی گفتند من ستر مسلما ستره الله یوم القیامه. اولا برادر عزیز، کو آدمی که عیب ندارد، کو آدمی کمبود ندارد، همون نفری که غیبت میکند، خود همون را شما یک حال همون را و تاریخ همون را یک نگاه کنین، مثال کی هست هم آدم؟ برای همین حضرت گفتند هرگاهی که مثال شما از گپی او را، کرداری او را، کارهای او را وقتی در بین مردم فاش میکنین و این گپ به گوشش میرسه و بسیار ناراحت و غمگین میشود، این را میگن غیبت. از این لحاظ حدیث پیامبر گفت که شما وقتی میبینین یک برادرتون در یک کمبود و در یک عیب مبتلا هست، شرط نیست که او را به گوش دیگران رسانین، برعکس شما عیبی او را پوشانین. اگر عیبی او را، کمبودی او را پوشانیدین، خداوند عیب کمبودیاتون میپوشانه. امروز بگیم یک درد خیلی کلان همین جامعه ما است. در اینترنت ها میبینی بلاگرها مقصد بلاگرهاشون غیبت کرده و کمبودی کافته و عیب کافته و میبینی مثال خیلی ارتیستش هم مثال تنقید داره، غیبت داره. میبینی مقصد ملا را غیبت داره. بسیار یک چیز زیشته برادر عزیز، بسیار یک کار زیشته. با زمانی که اگر وقتی یک ملا بگیم یا یک صوفی بگیم یا یک مولوی بگیم یا یک شیخ بگیم، وقتی این قدر علم جمع کردیم و عنوان گرفتیم و نام برآوردیم، لیکن در یک جا میشینیم یا دیگر غیبت میکنیم، همین علم تو با کی در کاره؟ گفتی جناب جنونی از علم به عمل به عزازیل چی فایده؟ همون شیطان هم علم کلان داشت، لیکن چی فایده دید؟ تا جای مردم در ما مثال باشیم، تا جای مثال عیب یک برادرمون را پوشونیم، کمبودی برادر ما حدیث خو میکنیم، ما از علم آگاهی داریم، این مردم ای ما چی میآموزند؟ برای همین برادران عزیز و گرامی، شما دانید که حال آدمی غیبتگر بعد مردن انمی حالتی است که پیغمبر ما با چشم سر دیدن. خدا رحمت کنه جناب شیخ سعدی را، میگم مکن غیبت اگر عقلت تمام است، که گفتار تو در غیبت حرام است. اگر عیب تو گردد بر تو ظاهر، به عیب کس کجا پردازی آخر؟ اگر تو فراست داری، عقل داری یا مسلمان هستی، علم داری، آخی غیبت میگه حرامه.
حتی در روایت ها آمده است غیبت از زنا دا بدتر. در روایت ها آمده است که یک غیبت گناهش از 30 زنا، یعنی با 30 زنی که یک آدم میرسد چند قدر گناهگار میشود؟ از 30 نفری که با او این آدم دست درازی کرده، گناه یک غیبتگر از اینا بالاتره. همین جناب شیخ سعدی میگه اگر عیبی تو گردد بر تو ظاهر، به عیبی کس کجا پردازی آخر. اگر یک بارک تو عقل میداشتی و تو مثال یک در وجود ترس خدا میداشتی و یا همون دعوایی که داری اگر در همون دعوات صادق میشیدی و یک بارک تاریخ خطا ورق میزدی، باور که همون کمبودی ها و لغزش ها و شرمندگی که خود داری همون ها تر دیگر نمیگذاشت که حرف یک آدم بزنی، یک آدم غیبت کنی. برای همین خدای مهربان در سوره حجرات آیت 12 میگه یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه واتقوا الله. ببینید الله مهربان چی میگه؟ ای کسانی که ایمانی با خدا دارید، از گمانهای بد در حق یکدیگر پرهیز کنید. یعنی هیچ وقت در راست یکدیگرت گمانی بد نکن، زیرا اکثر گمانها گناهند. گمانی بد خودش گناه. ولا تجسسوا، هیچ وقت در کافت و کابی عیب کمبود یک برادرت نباش. الله ربی امرهاش ای گمانی بد پرهیز کن، از کمبود عیب یکدیگر کافتن احتیاط کن، دور باش. سیم چیزی که در آیت اومد ولا یغتب بعضکم بعضا، یکدیگر تا غیبت نکن. الله مهربان بسیار یک مسئله وزبین در این بین گذاشت. گفت اگر همون برادری را که شما غیبت میکنین، اگر جسدی مرده همون را در پیشت مانند بگن گوشت کمی را بخور، گوشت چه خورده میتونی؟ فکرهتموه، گفت نه تو ناراحت میشه. برای همین غیبت یک برادری مسلمان گوشتی او را خوردن در حالتی که او مردگی است. برای همین برادرای عزیز، یکم نفری که در چشم پیغمبر خدا این حالت گذشت، انمون نفرهای هستن که غیبت میکنن. دیدن امروز همین شبکه ها را بینید، اینترنت ها را بینید، فقط کار غیبت، فقط کار عیب کافتن، کمبودی کافتن. من گمان میکنم برادرای عزیز باور کنین، ملت من دوست میدارم، بین مردم ما دوست میداریم، زبان ما دوست میداریم، لیکن صد افسوس که در همین بین بعضی همین آدمای نالایق پیدا میشوند که گوییم مردم همونها را دیده و مردم تاجیک بهاگذاری میکنن که فکر میکنن ممکن همین مردم همش همین خیال باشد، لیکن نمیدانند که خیلی در هر یک ملت مثال این خیلی آدمای بی تمیز و بی فراست در هر یک ملت وجود دارد. مردم ما یک عجیب عادت کرد، فقط یک گپ دارد، عرق حرامه، خوب حرامه، مال خود مرده حرامه، مثلا زنا حرامه. لیکن بینیم برادرای عزیز، غیبت از همه در بدترین پرواش نداریم. هر یک زبانی ما و شما غیبتگر شدگی، حالا که گناهش ای گناه همین هیچ کمی نداره. چه گوشتی خوب بخری، چه یک کس غیبت کنی، برابره، یکم فرقی نداره، همش گناه کبیره. یک وقتا در مردم فقط ایراد میگرفتن که زنها کجایی در که بشینن غیبت میکنن. امروز باور کنین برادرای عزیز و گرامی، اینقدر غیبتی که در بین مردها هست،
الله دانایه که دیگر زنها مثل این مردها غیبتگر نیستند. لیکن همین غیبت شما دانید که هم گناه است، هم نفری میکند که اون مغلوب شده ای. همین کمبود کافتن، عیب کافتن، یک کس مثال در دهن گوش یک آدم مثال معرفی کردن با کردارهای بدزیشت، معنای او را دارد که این آدم بیچاره شدگی است. برای پیامبر گرامی اگر در پیشش حتی صحابه می آمدن، پیش پیامبر یک کس میخواستن سیاه کنن، بد کنن، پیامبر من میکرد، میگفت نکو غیبت نکنین، میخوام که همه شما را ببینید با دلی تازه نگاه کنم، نمیخوام که در راستی هر کدام شما چیزی را شنوم. امروز باید که ما راه پیغمبر را بگیریم. یک کس پیش ما غیبت کنی آمد، بگیم نگو، در کار نیست. برادر عزیز، من طاقت شنیدن همین ندارم، برای یگان جای دیگه در غیبت نکن. شیخ سعدی میگو در برابر چو گوسفند سلیم، در قفا چون گرگ مردم خوار. هر که عیب دیگران پیش تو آورد و شمرد، بگمان عیب تو پیش دیگران خواهد برد. همین آدمای غیبتگر میگه در پیش میرنگ گوسفندن، میده همه گپا را و عیبا را کمبودی یک آدم گفتن میگیره، لیکن در قفا چون گرگ مردم خوار. لیکن این از پشت رنگ گرگ میگه و دانه که هر عیبی را که پیش تو آورد، این آدم بدبختیش داره که عیبی تو را با پیش دیگران میبره. خلاص یک نفرش آدمی بود که به غیبت، برادر عزیز فکر میکنم گفتی همون شاعر یک نکته بس است اگر شعور است، ورنه چو چراغ پیش کور است. برای این بافهم همین یک اشاره بس است. دویم نفری که پیامبر دید حال اینها را و دید که از اینها در آدم بدبخت در بین مردم نبوده است، اینا کیان؟ یقعون فی اعراضهم. اینها نفرهایی که همیشه نقشه میکشند که یک نفری که قدر داره، قیمت داره، آبرو داره، عزت داره، مقصد همین آدم ما باید به آبرو کنیم، همین را باید که شرمنده کنیم. دویم نفرش همین آدم است. برادرای عزیز و گرامی، یک چیز دانیم که ما در آیات های قرآن داریم تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. خدا میگه وقتی دیدی یک کسی که مال داره، مال از جانب من به او رسید، یعنی من او را مالدار کردم. یک کسی دیدی که مقصد بیچاره و بی شرایط های، دانی که به او حالت من آوردم. یک کسی دیدی که عزت داره، او را من عزت دادم. یک کسی دیدی که تماما مقصد به آبرو شرمنده، بدان اونها را من کردم. همش در دست من است. الله میگه و من قادر به همتایم. وقتی خداوند عزتی را کسی را داد برادران، برای او را شرمنده کردن، برای او را به آبرو کردن راه ها بسیار است. لیکن یک چیز دانستن در کار که در عوض این عزیزای خدا میگو راه بد مرو که بد افتی، چاه در راه مکن که خود افتی. این چاکن زیر چاه های، این نقشهایی که میکشی و این گپایی که در حقش میگوی، اینا همش جواب دارن. همین حالت با بسرت میاد. پیامبر میگو کما تدین و تدان، چخیلی که قرض میدی هم خیلی قرض میگیری. در کدام ترازوی که میکشی با همون ترازو در طرف کشیده میشود. تا چگاه میگو نزن دست ما نزن در ما یک دسته، میزنن دست دو دست، میزنن در تا دو دسته. یعنی در کسی را که زدی در تا میزنن. برای همین برای به آبرو کردن نفری وقتی ما سعی میکنیم، کوشش میکنیم، راه ها میکابیم، دانیم برادران عزیز که در عوضش همین دنیا دم جزاش هم میگیریم، ولی در آخرت پهلوی همین آدم غیبتگری که به همون احوال مبتلای، شما هم در آن مبتلا میشید. خداوند دعا میکنیم که الله مهربان
آن چیزی را که گفتم فهمش در ذهن ما و شما جای کنه. چیزی گفتم خداوند توفیق عملش نصیب ما کنه. و الله مهربان دعا کنیم که از این دو نفر ما و شما نباشه. الله را دعا کنیم که این دو خصلت رذیله که هست، این دو فعل شومی که هست، ما و شما در اینها مبتلا نباشه. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.